این جوان دختر مدینه قربانزاده است. او چند ماه پیش برای تاجیکستان تاریخ ساخت. در مسابقه بین‌المللی دوشنبه گرند اسلم 2025 اولین دختر تاجیک شد که مدال برنجی گرفت. نوار شادی او و پدرش بعد غلبه در شبکه‌های اجتماعی بیننده زیاد پیدا کرد. مدینه زاده ناحیه واسع است و آنجا به وای رسیده است. او را در این سمت پدرش راهنمایی نموده است. هرچند مادرش نمیخواست که او ورزشکار شود، ولی پدرش گاه و پنهانی مدینه را به مسابقه ها می برد. من پنهانی با همراه پدرم پنهانی از مادرم بیرون شدم، رفتم در تالار مشق میکردیم بجا ولی تو درجه های رسید که مادرم دید که مهنت زیاد میکنم و هوس زیاد دارم و در چوربینی های زیاد اشتراک کردم، در خود را معرفی کردم، تمام تاجیکستان من را شناخت و آهسته آهسته مادرم خودش هم نیز راضی شد. مدینه بعد دستاوردها و دریافت جایزه های زیاد در مسابقه های محلی به دوشنبه آمد و در تالار ورزشی کنگورد تحت راهبری مرتضی ناصرов تمرین میکند. موفقیت های آخرش را به زحمت های همین استادش ربط میدهد. نسبت به دیگر هم سبقخانش دیده او خیلی مهارت خوب دارد و کوشش میکند که مشق‌ها را دوچند کند. چیزی که به او مربیان میفهمانند او خوب درک میکند و روز تا روز کوشش میکند که قدم به قدم زینه به زینه به بالا رود. مدینه میگوید این موفقیت برای انتها نیست و او برای خود مقصد نو گذاشته است. راه یافتن به بازی‌های المپی و در آنجا بلند برداشتن پرچم تاجیکستان. امام علی سعیدزاد، ازیا پلوس.